کجاست این 20 صاحب؟ بچه‌ها میشه لطف کنیم تابلو رو صاف کنید؟ خیلی رو نرومه. تو دنبال چی میگردی؟ گوشیم نیست. مریض دستته. حاجی امروز خیلی حالم خوبه. چرا گوشیت دستت بود گفتی گوشیمو گم کردم؟ حواسم نبود. نکنه منظورت این بود که ماها دزدیم ها؟ تبعم توطئه داری یا چی میگی؟ گوشیم کو الان دستم بود. حاجی این تابلو رو دیوار کج تو رو خدا صافش کنید، دارم روانی میشم. تو جیبم بود گوشی. وای بچه‌ها حالم داره بد میشه. نمیرم. قرار درد میکنه. این باز بی‌دلیل تو خودش. بچه‌ها این سوئیچ ما رو کسی ندیده کجا؟ سوئیچ کج رو میز بود، من گذاشتمش کنار کنسول تیوی و کولر به ترتیب قطع از کوچک به بزرگ. نکنه شما میخوای منو زمین بزنید؟ دشمنی تو قالب دوست ها؟ اون ساله من همت کنم تا دم اتاقم میرم یادم نره واسه چی رفتم همون مسیر رو برگردم. وای تو این زندگی این چه وضعشه؟ لجن تو یه دقیقه پیش حالت اوکی بود، بعد الان داری کلا زندگی رو میبری زیر سوال. راست میگی یا؟ به تو چه هستن؟ کی به تو گفت زر بزنی؟ داداش ببین بگو دیگه چرا آنتنت رفت؟ یادم رفت چی می‌خواستم. بچه‌ها از دستم ناراحت شدین ها؟ بابا یه دقیقه توهم نست، من دارم سکته میکنم. حاجی درز کیسه رو میشه صاف کنی؟ این وری من دارم اذیت میشم بهش میگی. این چیه دیگه؟ یکی این بواسیره دوباره به سوزش افتاده داره بالبال میزنه. 4 تا بیماری شیک نشستیم دوره هم داریم حرف میزنیم. داد وسط. دوستان این چرا رو خط سرامیک صاف نمیدوه؟ دارید میکشید منو. بس دیگه.